چقدر تو فلافی هستی. زنش بلند نیست خیلی، سربالایی داره اما خیلی اذیت نمیکنه ماشین. جاده جدیدش نه فشار میاره قشنگ. بی‌نظیره، محشره، فوق‌العاده است. بارون، به شب رصد و بارون. خانوادگی آره زیاد. من چه دارم در قبالش میشکنم سمت سر سمت ازم مسیر کار بکنم سخت در از جعب هستم از سار فکر توی فکر سردگار بکشیم از شد وجود ننگ و گاهی رستگار بکش چیه که امید ما تو این جاده به پیکانه. همین پیکان سلطان. آره از اون موقع دوران جهالدار جاده رسد عالیه واقعا، شاهکاره. واقعا ما داریم اشتباه میریم. اصلا چی شد که اشتباه رفتیم؟ مگه میشه؟ یارو اینطوری این مانو پاش میده. میگم من به خاطر شما این همه ماشین رو جابجا کردم. ما هزینه کردم. شاید هم اشتباه نیست. ما این همه راه اومدیم. چی شد؟ اونا دارم میخندم یعنی این تازه کاران اومدن. شاید اشتباه نیست، درست نیست. منطقی شد. تناقض شد. رفرش شد یا همه یا چی؟ اشتباه رفتیم. مسیر نبود آخه دیگه. آها اشتباه نبوده. اوکی. پس بیان دیگه میشه نه اینکه اشتباه بوده، درست نبوده. مراقب باش این ور تو. اوکی داداش برو اوکی داداش. الان کجا برم؟ یه جایی که ما رو یا زودتر اول فصل یا اینا خدا کجا لعنت میرن؟ کنه. گیر کردیم؟ برو همین مستقیم برو داداش آره همون دیگه. دو تا خیلی دیگه اسکیل اضافه میشه. این دیگه چیز الان نیست. دارم اسکیل سوارکاری این دیگه اسکین جدید باز کردیم. اسکیل نیست، کاملا اسکین جدیده. دیگه لول جدید دیمنشن از امروز میتونید باری چیزی داشتید بدید من براتون جابجا کنم. در شما مسیرهای سبز داره برای مسیرهای همکنون ستاره. سلام، اومدم طالقون. خاک تو سرتون. مرسی از امان خوشتنه. لنتو محکم میپیچیم دور پلاستیک امروز از کوچه ما پا میشه افتاد دنبال تومه‌ایم تولید محتوای مناسبتی در محل. همینجا رو ساکنیم، برای همینم من اینجا رو ذخیره کردم. منتها الان ما گشتیم اونور یه زمینی هستش که اینجوری علفزار تکنولوژیا اونجا علفزار نیست. خب اگه اجازه آره خیلی بهتره واسه اینکه اونجا جا بندازیم. اگه ذره آره اصلا ببین چند تا کار کنیم. یه دونه بلنگو آوردیم می‌خوایم ساز الکتریک رو پشت وصل کنیم. وای
اونا تو شیبن، ما تو یک. آی خدای شکرت. وای بچه این پله چرا خطای دید داره؟ همکنون دستشویی دستشویی فوق العاده است. میبینی استتیکش چقدر عالیه. دستشویی ویدیو بذاریم توی تیک تاک. همونطور که مشاهده میکنی جا به جا شد. من مطمئنم نوبت باید کرده باشه این ستاره اولش. یه ستاره دوم داره، یه ستاره سوم داره، اینجا چهار. این وسط یه خوشه آره بیا چی بسازی؟ یه فکری باید به حال زیر سرت دستتو بزن زیر سرت. الان بیشتر بالا سر بوده، اگه بزنه بیشتر به مدل دابسونیه یا نیوتونی. عرض کنم که تلسکوپ نوع دیگه هم داریم به این که چینش آینه های توش چجوری باشه بهش نام میدن کانی نشه. مثلا یه تعداد دیگه خود جرمت کانی میشن، یه تعداد دیگه پرت میکنه عقب‌تر، یه سری اون وسط اون نداره. من بهتر آب شم وقتی آلودگی نوریه چجوری باید هر چیزی راهرای معنیات به پایان آمد. در واقع اون موقع است که یه هسته هلیومی داریم با یه پوسته، یعنی خود هسته پوسته هیدروژنی داریم. پوسته بعد اونجا دقیقا خورشید داره طلوع میکنه و صوری که خیلی به نظر میاد جالب روسو نه کامل دیدم. نه با اون دایره روش کشن، ولی یعنی این اونجوری مشخص نیست آسمون روشن. چرا نمیفته؟ تلسکوپ خیلی هم ازش معرفی کن.
بارش شهابی دیدم و طلوع رو. چقدر خوشگله. آفتاب سلامی دوباره خواهم کرد. کم بدم بپرم تو دره.